آقا خدا لعنت کنه آدم دروغگو رو که من به خاطر مسائل مالی جدا شدم. من 3 ماه بیشتر اونجا کار کردم آقا جواد، پول بلیط هواپیمامو خودم میدادم. کدوم مسائل مالی؟ من اصلا آقای قلنویی زمانی که شما من زنگ زدم مسائل مالی من اومدم. آخه من به نیاز به مسائل مالی دارم بیام تیم ملی مشاور سرمربی بشم؟ خدا لعنت کنه آدم دروغگو رو. شما که صدای الله اکبر و بلعزالین تو سقف آسمون میشکنه، خدا لعنت کنه آدمو دروغگو. حالا ناراحت نشده داشت. آخه دروغ داره به شما میگه. من اندازه شما مسائل مالی ندارم، اندازه شما ثروت ندارم، ولی الحمدلله رب العالمین دستم پیش هیچ کس دراز نبوده تو زندگی. آقا امکانات نداشتید 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده. آقای قلنویی اوت شدید، تو 48 تا نیومدید بالا، 32 تا نبوده، 16 تا 1978 نبوده. برای مردم نیام داستان سرایی کنیم. اگه داستان سرایی کنید من حرف میزنم، مگه دهن منو ببندید. لودگی ما میکنیم، معنای لودگی ما دلغک و مسخره ایم. والله به خدا نمیدونم، شما 2 دقیقه راجع به ساعت توضیح دادی ما نفهمیدیم منظورت چی بود از ساعته. گفتی من ساعتمو دست راستم میکنم، کت شلوار میپوشم، شما بگید که خب چه مربی کت شلوار شیکه. شما ساعتتو آستینتو انداختی زیر ساعتت، یه ساعت 10 میلیاردی معلوم